بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان. الله رو شاکریم از اینکه بار دیگر توفیق خدمت به شما عزیزان رو نصیب ما و همکاران ما کرد در وصال حق و یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. اگر در دو برنامه گذشته همراه سفره دل بوده باشید، دو برنامه هست که به همراه شما خوبان و عزیزان سفری شروع کردیم و قدم زنان به همراه شما وارد شدیم به مظهر عظیم نعمتهای الهی بهشت و با شما در احساسات شما و عواطف شما و خواسته های شما شریک شدیم و درد دلی داشتیم به همراه شما در اون فضای عظیم و در اون فضایی که سرشار از سرشار نعمتهای الهی است و هیچ کم و کاستی در اون نیست و هیچ ترس و اندوه و غمی در اون راه نداره. امروز هم به همراه شما خوبان و عزیزان همچنان مسیر خودمون را ادامه خواهیم داد در سومین بخش از موضوع روزهای بهشت. انشاءالله که امروز هم تا آخرین لحظات این برنامه خودتون را همراهی بکنید و همراه ما باشید تا به گوشه‌های دیگری از این سرزمین مبارک و این مکان عظیم نظری بیاندازیم به همراه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. در ابتدا جناب دکتر عرض ادب دارم و سلام و احترام خدمت شما از طرف خودم و دوستان اتاق کنترل و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند. بنده هم عرض سلام و ادب دارم به شما بهشتیان، به شما وصالیان و به تمامی شما بینندگان عزیز که پای تلویزیون نشستید و ما رو همراهی میکنید. مژده میدم شما رو به بهشت برین، مژده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که فرمودند کل امتی یدخلون الجنه، همه امتیان من وارد بهشت میشن الا من ابا، مگر اون کسی که خودش سرکشی کنه و دلش نخواد بیاد بهشت. پرسیدند یا رسول الله آیا کسایی هستند که نخوان به هم برند بهشت؟ فرمودند بله، من اطاعنی فقط دخل الجنه و من عصانی فقط ابا، کسی که از من پیروی و فرمان برداری کرد وارد بهشت میشه حتما، و کسی که سرکشی میکنه خب خودش به صلاح نمیخواد که وارد بهشت بشه. و خداوند به ما توفیق داده که در این مسیر توحید و در این مسیر خیر همدیگر رو یاری کنیم. این خودش دلیل هست بر اینکه خداوند ما رو میخواد و انشاءالله هممون دور هم جمع میشیم در بهشت برین همراه با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین انشاءالله. با امید الله متعال اجازه بدید در ابتدا قبل از آغاز سفر دیگر در اون مکان زیبا پیام‌های بینندگان عزیز رو هم مقداری داشته باشیم. جناب دکتر بیننده عزیزی فرمودن که اینجا کمی شماره پس و پیش شده پیش من و فرمودن که انشالله که 4 شماره آخر 5221 با پیش شماره 2093 غالبا از افغانستان ایشون پیام فرستادن. سلام و درود فراوان خدمت شما برادر دلسوز آقای سلیمانی. متشکرم. علیکم السلام. و پدر مهربان جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز، احساس آزادی و آرامش میکنم و میرم زیر درختی مینشینم. ایشون در پاسخ به اون سوالی که ما پرسیده بودیم در لحظه اول و اون اولین لحظاتی که قدم به بهشت میگذارید چه احساسی خواهی داشت و اولین لحظات یا اولین روز رو چگونه سپری خواهی کرد، این پاسخ رو فرستادن. احساس آزادی و آرامش میکنم و میرم زیر درختی مینشینم و دوست دارم با اولین قدم در بهشت یک آه بزرگ عمیقی بکشم و داد بزنم خدایا کجایی تا مشرف بشم به دیدارت. و دوست دارم در بهشت آرزوهایی رو که در این دنیا بهشون نرسیدم اونجا از خدا بخوام و بهشون
برسم ان شاء الله. و ما ذلک علی الله بعزیز، و این کار بر الله تعالی هیچ سخت نخواهد بود. این تیکه آخر تعبیر خودم بود. بیننده دیگری فرمودن احساسی که هیچ وقت در دنیا نداشتم، احساس اولین لحظه داخل شدن به بهشت، و با پیش شماره 917 4 شماره 1200. بیننده دیگری فرمودن من احساس خوشبختی میکنم و برز پوزش به خودم میگم که حالا به مقصد رسیدی پسر، از زنان به بعد خستگی و غم و ناراحتی و ظلم دیدن تمام شد. تنها انتظاری که باقی مانده انتظار دیدار الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بقیه انبیا علیهم السلام و صالحان است. خدایا اینجا هم شکرت. بیننده عزیز دیگری باز فرمودن که اولین سلام علیکم. علیکم السلام. اولین احساسی که دارم که بسیار احساس خوشی است، دیدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به همراه فامیل خود خانوادگی میرن برای زیارت اون حضرت علیه السلام، و وقتی که خداوند میگوید وارد بهشت شوید شاید که بیهوش شوم، چرا که شب و روز به همین امید هستم که چه وقت باشد که وارد بهشت شوم. جناب دکتر، اگر بخوایم یک تصویری داشته باشیم تا حدودی، حالا تصویر جامع و کامل که هرگز ما نمیتونیم داشته باشیم در ذهنمون به خاطر اینکه ما از نزدیک ندیدیم، و حضرت علیه السلام هم فرمود الله تعالی نعمت‌هایی را آماده کرده که نه چشمی شنیده و نه گوشی شنویده، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده و نه بر قلب هیچ کسی خطور کرده. اگر بخوام به گوشه‌هایی به صورت مختصر، گرچه اشاره شد در برنامه‌های گذشته، از بهشت و نعمت‌های بهشتی اشاره بفرمایید، چه مواردی رو برای ما بینندگان عزیز ذکر خواهید فرمود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. اگر اجازه بدید قبلا از همه به اون برادر عزیزی که سلام داده بود عرض سلام مجدد بکنم، و این که فرموده بود که آرزوهایی دارم که به دلم مونده میخوام اونجا برآورده بشن، این منو به یاد اون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که مژده‌ای هست برای همچنین عزیزانی که آرزوهایی به دل دارند و نتونستند اونا رو برآورده کنند و میخوان که روی حداقل در بهشتون آرزوهاشون برآورده بشه. این عزیزان از جمله افرادی هستند که از اولین افراد و گروهی که وارد بهشت میشن اون مهاجرانی هستند که مرد مردانه همیشه در صحنه هستند و سینه سپر دارند. اونهایی که وقتی که انسانها جامعه دچار مشکل میشه همیشه به اونها نیاز پیدا میکنه و اونها در صحنه هستند، و خب در صحنه بودنشون خب باهایی هم داره که حداقل آرزوهاشون جا میمونه. این افراد از جمله افرادی هستند که در اولین گروه دارد بهشت میشن که حتی فرشته ها ملائکه خداوند حسادتشون میشه، میگن که خدایا ما که دیگه بودیم همیشه در عبادت و در طاعت و اینا، و شما ما رو حداقل قبل از این افراد داخل بهشت ببر، که خداوند متعال بهشون اشاره میکنه که نه، اینا افراد همیشه در صحنه، همیشه در خدمت بودند و آرزوهایی به دل داشتند، به خاطر به اصطلاح تسلی اینها باید قبل از همه وارد بهشت بشن. تصویر بهشت در قرآن کریم خب اشارات بسیار زیادی براش اومده، همه فقط به خاطر یه نوع به اصطلاح چاشنی هست، یه نوع به اصطلاح اشتها باز کردن، و الا هیچ گونه تصویری نمیتونه واسه ما گویای حقیقت بهشت باشه، چرا که بهشت خارج از تصور انسانی هست و تصویرهای قرآن کریم فقط هدف به اصطلاح اشتها باز کردن و نزدیک کردن معانی است به اون چیزایی که برای ما قابل لمس هست و به اصطلاح ما دیدیم، یا اسماشون حداقل نعمت‌هایی که اسماشون رو ما در زندگیمون دیدیم و استفاده می‌کنیم و از این حرفا. در
به خصوص در سوره های مکی تأکید بر این جانب به اصطلاح مژده دادن به بهشت بیشتر هویداست و هدف هم همین است که به اصطلاح ساختار یک انسانی که امید داره، انسانی که چشمش به بهشت هست، این دنیا ارزش رو در چشم اون از دست میده، انسانی که همتش همت والایی است، همتی نیست که گره بخوره به 4 تا آجر و 4 تا خاکی که به اصطلاح باشه یک ساختمانی بسازه و باشه زندگی به اصطلاح خاکی رو به دست بیاره، بلکه یک همت والایی که میخواد که رضایت خداوند متعال همیشه مد نظرش باشه و گرچه که در این زندگی به اصطلاح هست، این دنیا هست، چشاش و قلبش، امیدش، آرزوش بهشت برینه. در مثلا به طور مثال در سوره انسان، از سوره رحمان گرفته به این ور ما این تصاویر رو بیشتر داریم در سوره الحاقه. بله. و در سوره رحمان خداوند متعال ذکری از ابرار میکنه، این الابرار، و این سوره انسان به اصطلاح به ساختار یک انسان رو تجلی میکنه، این انسان امید بسته به بهشت. از آیه 11 به بعد در این سوره مثلا ما میخونیم که و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا. این جزای کی هست؟ جزای این ابرار که خداوند متعال فوقاهم شر ذلک یوم، اینها رو از اون سختی ها و مشقت های جهنم رهایی داد، ولقاهم نضرة و سرورا، و اینها خوشرویانه با روی شاد، با خنده، با خوشحالی وارد بهشت میشن و این بهشت هم اجر و پاداش اون همه صبر و توانمندی و اون همه کارهاشون هست. یارو که بهشت به اصطلاح همونطور که قرآن کریم میفرمایند و تلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون، این همون بهشتی هست که شما اون رو به دست آوردید با اون عرق جبین خودتون، با اون کار و تلاشی که انجام دادید این رو به دست آوردید. ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، شما خودتون این همه تلاش و زحمت کردید، خب حالا بفرمایید داخل بهشت بشید. این بهشتی که به اصطلاح قرآن کریم تصویرش رو داده، در اینجا این نعمت‌های الهی اشارتاً بهشون اشاره شده. متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، اینها لم دادند روی مبلمانه‌های آنچنانی، دیگه نه اونجا گرمی خورشید اونها رو اذیت میکنه، نه سرمای زمستانی هست، همه شادی هست، همه راحتی هست، همه آسایش هست. و دانیة علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا، اونجا هم به اصطلاح میوه های بهشتی همه در اختیار افراد هست، فقط اینی که شما تمنا کن، شما بخوا، میوه خودش میاد، درخت خودش میاد، شاخه خودش میاد، به اصطلاح به شما نزدیک میشه. نیازی نیست که حتی شما تکون بخورید، خودتو اذیت کنید، نمیدونم میوه رو از درخت بکنید، میوه خودش میاد و تقدیم شما میشه. خدمتگزارانی هم هستند که و یطاف علیهم بآنیة من فضة و اکواب كانت قواريرا، خدمتگزارایی که دیگه صبح و شام در خدمت هستند و میچرخند اونجا، چیزی که به اصطلاح کسی نیازی چیزی داشته باشه، طلبی داشته باشه، حالا اونجا نیازی که وجود نداره، همه لذت بردن هست و سعادت هست. این به اصطلاح خواهشی کسی داشته باشه فوراً به اصطلاح برآورده میشه. این اون هم در یک با یک احترام، با یک زیبایی، با یک به اصطلاح اتیکت بسیار عالی که اون به اصطلاح ظرفاش به اصطلاح از طلا و از نقره و از جواهرات، اون هم جواهرات بهشتی و طلا و نقره بهشتی، قواریر من فضة قدروها تقدیرا، اینها همش در شأن اون بهشتیا باشه. یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، اون شرابی هم که به اونها داده میشه، اون کأسی هم که اونها سر میکشن، اون جامی که سر میکشن با طعمی هست که دیگه حالا ما چه وصفی براش بیاریم، که قرآن کریم اشارتاً میفرماید که مزاجش مزاج زنجبیل هست. عینا فیها تسمى سلسبیلا، اونها چشمه های سلسبیلی که اونجا هست. حالا میخوایم سلسبیل رو چطور ترجمهش کنیم؟ خب هیچ زبانی، چون که زبان به اصطلاح یک ادات زمینی هست، نمیتونه اون چیزی که در بهشت هست اون رو به تصویر بکشه. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، بیشترین مشکلی که عزیزان مترجم قرآن کریم باش روبرو میشن همینی که تصاویر بهشتی رو چطور بیان تصویر کنن. نه زبان بسیار توانایی تصویر اونها رو داره، نه
به اصطلاح مخ انسان میکشه، نه تصورات انسان میتونه اونها رو به اصطلاح نزدیک کنه. و همینطور آیات اشاره میکنه و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اون خدمتگزاری که اونجا در خدمت هستن، اونها مثل لؤلؤ اینور و اونور پراکنده هستند و میچرخند و به اصطلاح خدمت میکنند و آسایش و راحتی به اصطلاح بهشتیان رو مهیا میکنند. حالا تصویر اینها خود قرآن کریم به اصطلاح میاد میگه که مثل لؤلؤ. حالا چی میخواد به ما بگه که ما بتونیم بفهمیم؟ یک اشارتاً، همش به شکل رمز و اشاره قرآن کریم بهشون اشاره میکنه، چون که دیگه مخ ما نمیتونه این رو بکشه، تصویر ما نمیتونه این رو درک بکنه. در بهشت اونجا چیزهایی هست که به اصطلاح خارج از توان ماست برای تصویر درک اونها. همینطور در سوره بعدی، سوره مرسلات هم ان المتقین فی ظلال و عیون، متقیان در سایه ها و در چشمه های بهشتی، در کنار چشمه های بهشتی، و فواکه مما یشتهون، هر نوع میوه‌ای که اونها بخوان، کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، بخورید، خوش باشید، عشق کنید به اون همه زحمتی که به اصطلاح انجام دادید، شما زحمت کشیدین. ان کذلک نجزی المحسنین، ما این چنین از شما به اصطلاح که محسن بودید، نیکوکار بودید، از شما استقبال میکنیم به خاطر اون زحمت هاتون اون که کشیدید. بعد از اون همینطور این تصاویر رو ما داریم در سوره نبأ. همچنین مثلا میخونیم که ان للمتقین مفازا، برای متقیان پیروزی و سعادت و خوشحالی است. حدائق و اعناب، و به اصطلاح جنگل ها و درخت ها و بستان ها و باغ ها و کواعب اترابا، و همچنین همسران زیبارو و همسران به اصطلاح جوون و چست و چابک، و کأسا دهاقا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. همش نعمت هست، همش سعادت هست دیگه. در اونجا نه اون سر و صداها هست، نه اون به اصطلاح سختی های دنیا هست. هر آنچه از سختی های دنیا که تحمل کردید، به اصطلاح پاداشش در مقابل اون یه چیزی دیگه هست، یه چیزی که به اصطلاح اون سختی رو برداره. خیلی زیباست که ما بیاریم اون لحظه خاطر انگیز و تاریخ سازی که حضرت جبریل امین از آسمان هفتم پایین میاد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا به پیامبر بگه که الان خدیجه کبرا وارد خونه میشه، سلام من و سلام پروردگار ذوالجلال رو به خدیجه برسون و به خدیجه مژده بده، به خدیجه، به این انسان، به یک خانم مژده بده که خداوند متعال برای ایشون قصری مهیا کرده در بهشت که در اون قصر سر و صدا نیست، در اون قصر سختی نیست. این خدیجه‌ای که در مسیر زندگی چه سختی ها کشید، در مسیر دعوت توحید چه مصیبت ها و چه سختی ها و مشقت ها تحمل کرد. این خدیجه‌ای که برای بیت نبوت پدر بود در غیاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، هنگامی که به اصطلاح به غار حرا میرفت، هنگامی که سختی های دعوت رو تحمل میکرد، بیشتر وقت خارج از خانه بود. خب بچه ها تو خانه سر و صدا میکردن، دعوا مرافع میشد، این همه جانجال همسایه ها و نمیدونم جامعه خارجی و نمیدونم همه دشمنان، این همه سختی ها و جنجال و سر و صدا رو خدیجه تحمل کرد. در بهشت قصری میشه که به اصطلاح تو اون سر صدا و جنجال و بگیر بدار و نمیدونم سختی نیست. همینطور همه نعمت‌های بهشتی به این گونه است. انعکاس صفحه دوم، انعکاس به اصطلاح زیبایی که همه اون سختی‌ها و مشقت‌های دنیا رو از ذهن انسان به کلی پاک میکنه و میبره. در قرآن کریم این تصاویر گویا رو ما میتونیم به خصوص در سوره‌های مکی به زیبایی بخونیم و از خوندنشون لذت ببریم، البته با این درک و شعور که آنچه در بهشت هست در ذهن و در خاطره ما، در توان تصور ما نیست. جناب دکتر، حالا درباره
بهشت به فرموده شما هر چقدر ما بگیم حق مطلب ادا نخواهد شد. اما چه کسانی شایسته ترن برای بهشت؟ در رسیدن به بهشت، این ثروت عظیم، این نعمت بسیار بزرگ، چه کسانی موفق ترن در این مسیر و اولویت با چه کسانی خواهد بود و چه راههایی ما رو سریعتر و بهتر به بهشت میرسونن؟ راه بهشت به هر حال راه سختی هست، راه دشواری هست و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که راه رسیدن به بهشت پوشیده شده از سختی ها، مشقت ها و سختی های زیادی جلوی راه هست که انسان باید اونا رو تحمل کنه. مهمتر این است که انسان باید مهار خودش رو در دست خودش داشته باشه، یعنی اینی که خودش رو از زشتی ها، پلیدی ها، گناه ها دور کنه و یک قدرت پتانسیل داخلی ایجاد کنه که خودش رو تشویق کنه و عمل کنه در راه به اصطلاح رسیدن به نیکی ها و کسب اجر و پاداش. به هر حال ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون هست، داخل بهشت بشید اون زحمت و توانی که انجام میدید. مهمترین نقطه‌ای که باید مد نظر هر مؤمنی باشه قضیه توحید هست، قضیه توحید و عدم شرک ورزیدن به خداوند متعال، که خداوند متعال ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. خداوند متعال نمیبخشه انسانی رو که به خدا شرک میورزه، اما افراد دیگه که گناه ها انجام میدن هر کس خداوند متعال بخواد میبخشه ما دون شرک که به اصطلاح تو مسیر اومد یعنی جهنم خالدن فیهاست. همونطور که ما امیدمون به بهشت جاویدان هست، اونجا جهنم جاویدانی هم هست برای انسانهایی که به خداوند شرک میورزن. بنده خدای عربی اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و گفتند که یا رسول الله به من یک کاری نشون بده، یه چیزی به من یاد بده که من اگر اونو انجام دادم رفتم بهشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اولین نقطه تعبد الله لا تشرک به شیئا. مهمترین قضیه اینی که عبادت خداوند رو انجام میدی، به خداوند شرک نمیورزی. بعدش نماز به اصطلاح که مفروض هست بر شما، نماز فرضی تو ادا میکنی، زکاتی که خداوند بر تو فرض کرده اون رو میدی، روزه رمضان رو میدی. اونم بنده خدا وقتی که ارکان اسلام رو شنید گفت که یا رسول الله والذی بعثک بالحق لا ازید علی هذا ولا انقص. قسم به اون کسی ذاتی که تو رو به عنوان پیامبر فرستاد، من همین چیزا رو فیکس انجام میدم، بیشترم انجام نمیدم، کمترم انجام نمیدم، همین رو که گفتی همین رو کاملا انجام میدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن به یاران که اگر کسی میخواد یکی از بهشتیان رو ببینه که روی زمین داره راه میره، به همین بنده خدا نگاه کنه. یعنی اینی که شما اگر اومدید به خداوند شرک نکردید و طاعت و عبادت ارکان اسلام، 5 رکن اسلام رو به درستی ادا کردید، بهشت رو برای خودت ضمانت کردید. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خداوند متعال نقل میکنن در حدیث قدسی که خداوند میفرماید یا ابن آدم انک ما دعوتنی و رجوتنی غفرت لك علی ما کان منک ولا ابالی. ای ابن آدم، ای انسان، تو اگر دعا کنی و رجات به من باشه، اگر امیدت به خداوند باشه، امید داشتن به خداوند یعنی دل بستن به خداوند، اینی که انسان همه فکر و اندوهش جهت‌دهی داده بشه به سوی خدا. فکرش وقتی به سوی خدا باشه، دعا که میکنه، حالا هر چه گناه کرده باشه، خداوند متعال میگه از هر چی که دار و نداره گناه داشته باشی، من از همه اینها میگذرم و هیچ هم برام مهم نیست. و در ادامه همین روایت هست که حتی ولو بلغت ذنوبک عنان السماء، حتی اگر گناهانت زمین و زمان رو پر کرده باشه، رسیده باشه به آسمون ها، باز هم اگر توبه کنی من از تو می بخشمت. اگر به پری این دنیا گناه هم بیاری، اما شرطش چی هست؟ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا. وقتی که بیای پیش من دیگه شرک همراهت نباشه. این نباشه که گناه داری، توبه کردی،
اما در بین این گناهان شرک رو داری، رفتی پیش یک نمیدونم گاوی اون رو عبادتش کردی، نمیدونم خورشید و ماه و آتیش و نمیدونم یک قبر و امامزاده و پیر و نمیدونم غوث و این مزخرفات و این چیزا رو رفتی عبادت کردی، شرک ورزیدی به خداوند متعال، شفا از غیر خدا خواستی، روزی از غیر خدا خواستی، نمیدونم کار و زندگی از غیر خدا خواستی، از طاغوت و از غیر خدا ترسیدی، فکر کردی که مرگ و زندگی در دست غیر خداست. همه اینها شرکیاتی هست که دیگه کمر توحید رو میشکنه، کمر ایمان رو میشکنه. اگر این مسائل نباشه، انسان ارکان اسلام رو به درستی انجام بده، خب داخل بهشت میشه. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که 5 چیز هست هر کس که اومد اینا رو انجام داد همراه با ایمان، یعنی بدون شرک، دخل الجنه. همون نمازهای 5گانه رو سر وقتش به صورت درست با وضوء کامل، و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید نمازهای 5گانه و سر وقتشون. اینه که ما بیایم باز نمازها رو به میل خودمون 3گانه‌اش کنیم، نمیدونم 3 وقت نماز بخونیم، که این رو نه هیچ پیامبری انجام داد، نه هیچ صحابی، نه هیچ اهل بیتی. این به اصطلاح چرندیاتی که بعدها آخوندان درست کردند و نماز ما رو هم خراب کردند، طاعت ما رو خراب کردند. این آخوندای موذی انگار که اینا رو شیطان درست کرده، کوکشون کرده، فقط بیان راه زنی کنند و نذارن که مؤمنان به بهشت برن. در همه کتاب‌ها، حتی در نهج البلاغه میخونیم که حضرت علی وقتی که از نمازها حرف میزنه، همه نامه‌ای که میفرسته برای والیاش ذکر نمازهای 5گانه و اوقات نمازهای 5گانه رو هم مشخص میکنه. اون وقت میاد یک نمیدونم راهزن بهشتی که جلوی راه رو بگیره نذاره که ما بریم بهشت، میاد میگه آقا نماز 3 وقت بخونید. خب این چرندیات رو وقتی بذاریم کنار، نماز 5گانه رو بخونیم، روزمون رو درست بگیریم، اگر توان حج رفتن داشتیم حجمون رو بدیم، اگر زکات بر مال ما واجب هست زکات بدیم، اون چیزی که قرآن گفته. نه اینکه بیایم به اصطلاح یک آدم شیادی بیاد ما رو گول بزنه زکات ندیم بریم بیشتر خمس بدیم. خب این چرندیات رو اگه انجام دادیم دیگه باید به اصطلاح هزینه‌اش هم پرداخت کنیم و امانت هم رعایت کردیم. این 5 مورد رو اگر انسان همراه با ایمان و بدون شرک اینها رو انجام داد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که دخل الجنه، و حدیث هم در ابوداود هست، حدیث صحیحی است. جناب دکتر، در مورد کلیاتی که به هر حال این کلیاتی هستن، مواردی که شما اشاره فرمودید که حضرت علیه السلام در روایت فرمودن که رعایت کردن اینها ما رو به بهشت وارد میکنه. اما خب همون مسیری که شما فرمودید، حالا این مقوله‌ای که برای رسیدن به بهشت به اندازه آدم ها راه هست، نمیدونم تا چه حدی با این موافق هستید خودتون، نمونه هایی رو اگر برای ما ذکر بکنید. ما یقینا در خلال احادیث گوهربار رسول صلی الله علیه و سلم ما نمونه هایی رو مشاهده میکنیم که اشاره میشه به یک صنف خاصی از افراد، یعنی گروه های خاصی که به خاطر انجام یک عبادت های خاصی به اونها وعده بهشت داده میشه. این عبادت ها در چه بخش هایی اگر ذکر شده در حدیث، در چه بخش های ما میتونیم بیشتر روی این عبادت ها سرمایه گذاری بکنیم؟ یقینا آنچه که حضرت علیه السلام مهر به هر حال تایید بر اون زده و ضمانت کرده که مسیر این به بهشت هست، تمسک به اون عبادات ما را سریعتر و بهتر به بهشت خواهد رسوند. آیا در روایات نمونه های خاصی در زیر مجموعه اون ایمان و به هر حال پایبندی به عبادت های خاص باز اعمال و عبادت های دیگری هم ذکر شده که به ما کمک بکنه تا بهتر و سریعتر و با ضمانت بیشتری به سمت بهشت پیش بریم؟ همه عبادت ها و نیکی هایی که قرآن و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روشون دست گذاشتن، همه راه ها، هدف، همه رسیدن به بهشت هست. یعنی بنده خدای اومد گفت یا رسول الله بخوان، من نمیدونم شما تو نمازاتون چی میگید، معاذ یه چیزایی میگه، یه دعایی میکنه، من این چیزا سرم نمیشه. گفتن خب شما چی میگی؟ گفت من همینقدر فقط از خداوند بهشت رو میخوام، از خداوند رضایتش رو میخوام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن و نحن حولها ندندن، اون چیزایی که ما هم میگیم همین دور و بر همین حکایت هست، همه قضیه رسیدن به بهشت هست. قضیه اینی که انسان بهشت یعنی باید همیشه در ذهن انسان باشه، همیشه یه چیزی که انسان خوشش میاد باید
همیشه اون رو یاد بکنه. وقتی شما یادش کردید بهشت هم عاشق شما میشه. در حدیث داریم که وقتی که انسان از خداوند بهشت رو میخواد، اللهم انی اسالک الجنه، اللهم انی اسالک الجنه، 3 بار که تو بگی اللهم انی اسالک الجنه، بهشت میگه که خدایا این منو میخواد. در حدیثی اومده که 7 بار اگر روزانه شما بگید که از خداوند بهشت رو بخواید، بهشت خودش داد میزنه که خدایا این منو میخواد، این رو از اولیای من و از اهل بهشت قرار بده. در حدیثی هم داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از بهشتیان میگن که وقتی روز قیامت میشه یه پیامبری میاد که به صورت تنهایی است، کسی بهش ایمان نآورده، یه پیامبری میاد 2-3 نفر همراهش هست، یه پیامبری میاد که گروه کمی همراهش هست و یک به صورت جمعیتی میاد که کرانه رو گرفته. بعد میگن که بله این امت تو هست ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. پیامبر میگن که از همین امت من، به پیامبر به صورت خبر میدن که از همین امت تو 70,000 نفر بدون هیچ گونه سوال و حساب و کتاب و هیچ گونه مؤاخذه‌ای میرن وارد بهشت میشن. اینا چه کسایی هستن؟ اینا یه ویژگی هایی باید اهل بهشت یه ویژگی های خاصی داشته باشن. اونایی که میخوان تو مسیر بهشت باشن باید ویژگی های خاصی داشته باشن. از ویژگی هاشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اینا فالگیری نمیکنن. اینا نمیرن پیش این و اون که آقا دممون بزن و چوف و چاف بکن و از این حرفا. اینا نمیدونم در بیماری ها نمیرن به اصطلاح راه علاج و درمان رو پیش میگیرن و اگر مجبور شدن صبر میکنن، نمیرن خودشون رو مثلا داغ کنن بسوزونن. و علی ربهم یتوکلون، توکل و ایمانشون بر خداوند منان هست. جالب اینجاست که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این حرف رو میزنن، خب ما همه داشتیم میشنویدیم، همه به صورت صحابه اونجا بودن، اما قضیه اینه که عشق اینجاست. یکی از صحابه‌ای که ما اصلا اسمش رو در مسیر سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کم میشنویم یا اصلا نمیشنویم، در اینجا بلند میشه میگه که یا رسول الله دعا کن که من از همونا باشم، من میخوام که از بهشتیا باشم. اسمش کی است؟ عکاشه ابن محسن. عکاشه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که مژده با تو را عکاشه، تو از اونها هستی. بعد یکی دیگه بلند میشه یا رسول الله دعا کن که منم باشم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند سبقک بها عکاشه. نه خیر دیگه، با این به اصطلاح کوی سبقت دیگه پرید خلاص دیر شد. کوی سبقت رو عکاشه به دست گرفت. یعنی اینی که انسان این همیشه در ذهنش باشه، همیشه هم و غمش بهشت باشه، همیشه در یاد خدا باشه. ذکر خدا از بهترین و ساده ترین راه های رسیدن به بهشت هست. فذکرونی اذکرکم، شما در یاد من باشید من در یاد شما هستم. وقتی که خداوند انسانی رو در یادش داشته باشه، خداوند انسان رو در لیست به اصطلاح افراد همیشه در صحنه داشته باشه، دیگه خود به خود این از بهشتیان هست. وقتی که مثلا انسان میاد هر روز دعا میکنه اللهم انی انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا، این دعایی که مشهور است به سید الاستغفار، بهترین شیوه استغفار که انسان میاد دعا میکنه که بار الها تو پروردگار منی، تو منو خلق کردی، من بنده‌ات هستم و اعتراف دارم به هر بدی که از من سر زده، اعتراف دارم به همه، اقرار دارم به همه نعمت‌هایی که خداوند به من دادی. خدای بار الها فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت، از من در بگذر، هیچ کسی نمیتونه گناهان من بخشه مگر تو ای خداوند منان. اینو که وقتی بگیم اگر روز گفت در همون روز وفات کرد، پیامبر خدا میگه رفت بهشت. اگر به اصطلاح مغرب وقتی گفت در همون شب وفات کرد، خوش به حالش رفت بهشت. اون کسی که بعد از هر نمازش آیه کرسی رو، آیت الکرسی رو میخونه، آقا اگر اون روز وفات کرد رفت بهشت. اون کسی که نمیدونم عشق و علاقه سوره اخلاص رو داره، سوره قل الله احد، یکی از صحابه بود که میومد به اصطلاح در هر نمازش قل هو الله احد. بابا گفتن که بابا سوره دیگه هم تو قرآن هست فقط قل هو الله احد. گفت من میمیرم برای قل هو الله احد، اینقدر خوشم میاد این از سوره قل هو الله احد که صبح و شام این رو میخونم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حبک لهذه سوره ادخلک الجنه، تو محبت و عشقی که برای این سوره داری تو رو وارد بهشت کرد. نمیدونم به اصطلاح در آیات همون قصه زیبای صحابه به اصطلاح فقیر فقرایی که بودن اومدن پیش رسول خدا، ببینین عشق رو، ببین عشق رو در
به اصطلاح اینی که چشم به هم چشمیشون تو این نیست که آقا فلانی ماشینش بهتر از ماشین منه، آقا فلانی الاغش 4 نعل میتازه، الاغ من یکم لنگه، آقا نمیدونم تو خونه فلانی چی هست و تو خونه من نیست، فرش فلانی اینطوری هست. نه، حکایتشون چی هست؟ سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. بدوید، به مسابقه بدید برای رسیدن به بهشتی که پهناش از آسمان ها و زمین هم گشاده تره. وقتی که این مسابقه است میبینیم که بله بعضی از صحابه میان پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم شکایت، یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور ذهبوا بالدرجات العلی والنعیم المقیم. بار خدایا این پولدارا ثروتمندا بهشت رو بردن، چیزی واسه ما نموند. اینا اومدن به اصطلاح هر چی آقا ما نماز میخونیم اینا هم نماز میخونن، آقا ما نمیدونم روزه میگیریم اینا هم مثل ما روزه میگیرن، آقا ما ذکر یاد خدا میکنیم اینا هم میکنن، اما اینا صدقه میدن ما نداریم که بدیم. اینا نمیدونم غلامو میگیرن آزاد میکنن ما نداریم که این کارو بکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بهشون میگه که من یه چیزی به شما یاد میدم، اگه شما این کارو انجام دادید شما از اونایی که قبل از شما سبقت گرفتن به اونا میرسید و از اونایی که این کارا رو نمیکنن شما سبقت میگیرید. مسابقه است. خب مگر این کسی که باز مثل شما یا بیشتر از شما این کارا رو بکنه. گفتن یا رسول الله چی هست؟ فرمودند که بله، شما بعد از هر نمازی که میخونید 33 بار بگید سبحان الله، به 33 بار بگید الحمدلله، 33 بار بگید الله اکبر. خلاص اینو یاد گرفتن، رو نشستن بعد از هر نماز سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله الله اکبر الله اکبر. خب عبدالرحمن ابن عوف هم که گوشاش بازه تو همین مسابقه است، نگاه میکنه اینو چیزی جدیدی یاد گرفتن. حکایت چیه؟ عثمان از اون ور سر میزنه. حکایت چیه؟ این پولدارای به اصطلاح گردن کلفتی که به اصطلاح خیلی پولدار بودن همه اومدن ببینن که شما چی کار داری میکنید، شما میخواید از ما سبقت بزنید، چی یاد گرفتید؟ گفتن بله پیامبر. خب نمیتونستن که نگن، خب علمی است، دانش هست، باید به دیگران برسونن. این رو به اونا هم که گرفتن اونا هم گفتن که بله بس ما نمیذاریم شما از ما سبقت بگیرید. بعد اونا هم شروع کردن به همین اذکار رو خوندن. بعد این بنده خدا اومدن پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله اینا هم که تو مسابقه افتادن جلو، اینا همون کارهایی که ذکری که به ما یاد دادید همون به اصطلاح اینا رو دارن انجام میدن. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن دیگه من چیکار کنم؟ ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این فضل خداوند است که خداوند متعال این رو به انسان ها میده. اینی که انسان بیاد خودش رو پیش خداوند همیشه در یاد خدا باشه، بزرگی خداوند و عظمت خداوند در ذهنش باشه، خودش رو حقیر کنه و کوچیک کنه در سجده بسیار. صوبان اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و سوال کرد که یا رسول الله به من یه چیزی یاد بده که من برم بهشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن علیک بکثرة السجود، خیلی زیاد نماز بخون، خیلی زیاد سجده کن. چرا که هر باری که تو در پیش خداوند متعال سجده می کنی الا رفعک الله بها درجه، خداوند در بهشت یک درجه تو رو بالاتر میبره و یکی از گناهانت رو پاک میکنه. این همیشه در یاد خدا بودن باعث میشه که چی بشه؟ که انسان در سختی ها، در بیماری ها، در هر لحظه ای که براش یک حادثه ای به وجود میاد و پیش میاد فوراً به اصطلاح بهشت یادش میشه. بعد که انسان وقتی که یاد خدا همیشه در ذهنش هست چی میشه؟ وقتی که سر مرگش هست لا اله الا الله شو میگه، حداقل شهادتی میده. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی که آخرین الفاظی که در این دنیا اونها رو بر زبان میرانه و از این دنیا رحلت میکنه لا اله الا الله باشه، اون میره وارد بهشت میشه. یه نوع از این به اصطلاح نعمت ها و از این نمونه ها فن و فوتهای رسیدن به بهشت هست که بسیار بسیار کم هزینه یا بدون هزینه و فقط یه مقدار همت میخواد و یه مقدار توفیق که توفیقش رو از خدا بخوایم، همتش رو خودمون مایه بذاریم و برسیم به بهشت انشاءالله. انشاءالله. حقیقتا که راه رسیدن به بهشت بسیار آسانتر از اون چیزی بوده که ما فکر میکنیم. اگر
یک قدم بر روی هوا و هوس خودمون بگذاریم، قدم دیگه‌مون رو در بهشت خواهیم گذاشت. به همین سادگی. میان برنامه می‌بینیم، برمیگردیم همراه شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان موضوع برنامه خودمون رو در حول موضوع روزهای بهشت ادامه خواهیم داد. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى ذا مسلم ببياني وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسانه وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى
تبعوهم من بعد بالإحسان. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران، وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان، وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان. بعد سلام مجدد خدمت همه شما بهش دوستان عزیز و ارجمند. امیدواریم که الله متعال من و شما و همه امت موحد رو در بهشت برین در کنار سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم جمع بفرماید. اونجا حداقل دیگه ما شاید شما رو ملاقات بکنیم و اینجا که تو این دنیا ما مزاحم شما هستیم، شما ما رو میبینید اما ما شما رو نمیبینیم. انشاءالله که اونجا بتونیم همه شما بینندگان عزیز و ارجمند رو از نزدیک ملاقات بکنیم و درباره خاطرات دنیا هم یقینا صحبت خواهد شد و ذکر همین برنامه هم انشاءالله خواهیم داشت. اونجا یک سفره دلی دوباره باز خواهیم کرد با جناب دکتر، میشینیم باز انشاءالله باز در خدمتتون خواهیم بود. بیاری الله متعال. جناب دکتر، درباره بهشت وقت صحبت میکنید، درباره آقایون که صحبت میکنید خوب پررنگ بحث و خوب پیازداغش هم زیاد میکنید و ماشاءالله دیگه انگار که بهشت فقط مال آقایونه و اما خب بخش دیگری از مهمترین بخش امت ما خانم ها هستند، مادران بزرگوار هستند، خواهران گرامی، همسران هستند و دیگر بانوان جامعه ما. درباره بهشت و مژده هایی که برای خواهران هست، برای خواهران بهشتی، درباره این هم اگر صحبتی بکنید خواهران ما خوشحال خواهند شد. در حقیقت آقایون بارشون سنگین‌تره و رسیدن به بهشت براشون مشکل‌تر، اما خانم ها خب همیشه هم تو دین اسلام خانم ها همیشه پارتیشون کلفته، همیشه به اصطلاح دین به شیوهی راحتی، آسایش و به اصطلاح خدمت به خانم ها رو به عنوان یک عبادت مطرح میکنه و جایگاه خاصی به خانم داده. یک دختر در دین اسلام همیشه یک زن تاج سر هست، یا مادر هست که بهشت اصلا زیر پایش هست، یا همسری هست که همراه هست که به اصطلاح شما رو به بهشت میبره و شما وظیفه دارید که به اصطلاح خدمتش کنید، یا دختری هست که اصلا رسیدن به اون و تربیت اون راهی است برای آقایون برای رسیدن به بهشت، و یا خواهری هست که همچنین چون دختر به اصطلاح وظیفه است که انسان به اصطلاح با خدمت به اون بتونه به بهشت بره. از این باب وضع خانم ها خیلی به اصطلاح لوردتر هست. این که جناب دکتر این که اینا سبب میشن دیگران برن بهشت، خودشون چه؟ خودشون رو حالا ببینیم. ما قبلا هم نصفی از دعوت توحید خدیجه کبرا بود، نصفی از دعوت توحید امهات المؤمنین هستند و دین مبین اسلام به اصطلاح بسیاری از احادیث رو بانوی دانشمند اسلام عایشه ام المؤمنین و سایر امهات المؤمنین برای ما انتقال دادند که همه این در اجر و پاداش اونها هست. من از رمیسا مثلا یه مثالی بزنم. رمیسا کی است؟ ببینید این رمیسا رو هدیه میکنم از طرف سفره دل برای همه دخترای دم بخت. دخترای عزیز، خواهرای محترم،
رمیسا گونه بهشت رو برای خودتون بخرید. رمیسا کی بود؟ رمیسا اول همشون، رمیسا خانم دختر ملحان هست، خواهر به اصطلاح حرام ابن ملحان. حرام ابن ملحان همونی از آقای سلیمانی اگه یادت باشه تو برنامه سیرت، همونی که وقتی که خنجر رو زدن به اصطلاح به سینه‌اش و دلش رو پاره کردن، گفت فزت و رب الکعبه، سوگند به خداوند که من رستگار شدم. و همین جمله هم سبب شد که اون قاتلش ایمان بیاره بعد، و همین جملهش هم باعث ایمان آوردن قاتلش شد. و جالب هم هست که در بهشت این دوتا با هم بشن، به قاتله میگه ای دمت گرم والله، با همین حرف من باعث شده که من بیام بهشت. المهم این رمیسا خانم یه دختر بسیار شاد و شنگول و دم بخت و مسلمون شد. اوایل اسلام از اسلام آورد. یه آقا پسری تو مکه بود به نام ابو طلحه. ابو طلحه هم خیلی پسر خوبی بود اما خب هنوز مسلمون نشده بود. اومد خواستگاری به اصطلاح رمیسا بهش گفت ابو طلحه ببین تو یه پسر خوبی هستی، مثل تو رو انسان رد نمیکنه، اما خب دیگه تو مشرک هستی، من مؤمن هستم، شایسته من مؤمن نیست که زن یه مشرک باشم، مگر اینی که ایمان بیاری، مهریه من هم ایمان خودت. قبول؟ ابو طلحه دید که واقعا این چند وقته که این دعوت توحید تو دل من هست، من میخوام مسلمون بشم اما ترس برم داشته، نمیدونم دلهوره داشتم، واقعا دیگه جایی دیگه نیست برای اینی که انسان دین خدا رو انکار بکنه. صداقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر همه هویداست. گفت بذار یه فکری بکنم. رفت و خودش رو به صورت با خودش یک جنگ داخلیش رو تموم داد، آتش بس شد، اومد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و با رمیسا خانم ازدواج کرد. این رمیسا همون کسیه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داخل بهشت وقتی شدن در شب معراج، اونجا خشخشه صدایی رو شنیدند. گفتن که این صدای کیه؟ گفت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بله این صدای پای رمیسا دختر ملحان هست، مادر انس ابن مالک. ببینید تونست بهشت رو با یک مهریه خودش بخره. اینی که شما بیایید مهریت رو نمیدونم چند سکه طلا نمیدونم بهار آزادی و نمیدونم زمستان گرمشی زندانی و فلان بذاری، دیگه نشد که باز بیایید رمیسا هم بخوای رمیسا باشی. نخه، همچنین مهریه گذاشتن، همچنین جانفشانی کردن، همچنین در به اصطلاح خودت رو پیش خداوند عزیز کردن، این باعث میشه که انسان به اصطلاح همچنین اجر و همچنین داشتهای بزرگی رو از خداوند متعال کسب کنه. اینی که خداوند متعال این همه به اصطلاح این همه فرصت ها داده به خانم ها، که خانمی که میاد فقط پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خانم ها میگه که آقا اگر اومدید نمازتون رو درست خوندید، اطاعت و عبادت ارکان اسلام رو درست انجام دادید، به اصطلاح از همسرتون اطاعت و فرمانبرداری درست داشتید، دخلتون جنت، داخل بهشت شدید. برای رسیدن به بهشت برای خانم ها خیلی خیلی آسونی هست. در حدیثی دیگه داریم که ابن عباس میگه که به اصطلاح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما گفتند که الا اوریک امرأة من اهل الجنه. ابن عباس داره به عطا میگه عطا میخوای یک زنی از بهشتیان رو بهت نشون بدن که همینجا تو دنیا داره میگرده؟ عطا حیرت زده شد، گفت ابن عباس کیه؟ گفت اونجا رو نگاه کن، اون پیرزنه سیاه، پیرزن سیاه چرده ضعیف بیمارگونه، این از اهل بهشت. حکایتش چیه؟ میگه بله این بیچاره حکایت بیماری صرع داشت، اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم که من بعضی وقتا از حال بیحال میشم، نمیدونم چه کار میکنم، مثل دیوونه ها میشم، دعا کن که خداوند منو شفام بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایشون رو به اصطلاح بین دو راه گذاشتن که یا من برات دعا میکنم خداوند شفات میده، یا اینی که صبر میکنی، عبادت صبر، دعوت به صبر، به شکیبایی، به تحمل. این هم بنده خدا خیلی زرنگ بود، گفت که پیامبر خدا برام دعا میکنه خداوند بهم شفا میده،
اما بعدش بهشت میرم یا نمیرم دیگه این میمونه یه شانس و یک زحمت و یک تلاش. دعا نکنه من صبر کنم بهشت برام ضمانت شده. گفت یا رسول الله بل اصبر، من صبر میکنم. بعد این شد از اهل بهشت. این چونین به اصطلاح خانم ها به این سادگی میتونن وارد بهشت بشن. یا از اهل بهشت دیگه ای از خانم ها که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهشون اشاره میکنه، اون خانومی که بنا به دلایلی شوهرش عصبانیش کرده، شوهرش بهش نمیدونم در حقش کم لطفی کرده، حتی ظلم کرده، یا خودش به اصطلاح یه کار بدی کرده و به اصطلاح خودش عصبانی شده، اما سر به بالین نمیذاره، میاد دستشو میذاره تو دست شوهرش، میگه به خدا سوگند چشمم رو چشمم نخواهد، پلک رو پلک نمیذارم مگر این که تو از من راضی باشی. اینطور به اصطلاح محیط خانواده، کیان خانواده رو این به اصطلاح زن میاد حفظ میکنه. این در پیش خداوند متعال از بهشتیان هست. رسیدن به بهشت برای خانم ها به مراتب آسان‌تر هست و راحت‌تر هست. فقط نیاز هست که یه مقداری بجنبند، یه مقداری به اصطلاح بیدار باشند، یه مقداری عشق و علاقه دین در دلشون، یاد خداوند در دلشون باشه، محبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. محبت وقتی میگیم یعنی اطاعت مطلق از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در دلشون باشه. مثل همون بنده خدا که اومد یا پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و گفت یا رسول الله قیامت کی برپا میشه؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که خب برای قیامت چه آمادگی گرفتی که اینقدر مشتاق اومدن به قیامت هستی؟ گفت که یا رسول الله والله هیچ چیز خاصی ندارم، نه عبادت خاصی دارم نه هیچی، الا انی احب الله و رسوله، مگر اینکه من عشق و علاقه و محبت خدا و رسولم منو شیفته کرده. کالبد من خدا و رسول و محبت خدا و رسول هست. همیشه در دل من محبت خدا و رسول هست، در یاد من محبت خدا و رسول هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به همچنین افرادی مژده میدن که به اصطلاح انک من احبب، در روز قیامت تو با هر آن کسی هستی که اون رو دوست داشتی. وقتی خدا و رسولش رو دوست داری در روز قیامت هم با خدا و رسولش خواهی بود. جناب دکتر، ما وقتی صحبت از بهشت میکنیم شاید برای بعضی از عزیزان این تصور ایجاد بشه که خب باید صبر بکنیم تا قیامت بشه و قیامت به حال فرا برسه و دوباره از قبر بیایم بیرون و دوباره حساب کتابی درست بشه و بعد اون موقع یک مکانی است بسیار پرنعمت به نام بهشت و اون موقع صبر کنیم ببینیم تکلیف ما چی میشه که بریم داخل بهشت یا نریم. آیا وقتی صحبت از بهشت میشه و ما الان در روایتی که شما فرمودید حضرت علیه السلام مثلا میفرمایند هر کسی از الله تعالی بخواد که بهشت رو نصیبش بکنه روزانه چند بار، بهشت هم از الله تعالی میخواد که این شخص رو به اون برسونه. آیا بهشت فعلا وجود داره؟ همین الان من و شما داریم صحبت میکنیم، این نعمتایی که از اون سخن میگیم، این قصرها، این کاخها همین الان در گوشه از این گیتی پهناور هست یا نه به وجود خواهد آمد در آینده، یا به تعبیری خودمونی‌تر یک نسیه‌ایه که بعداً شاید به ما بدن؟ در حقیقت بهشت، ما اصلا بهشت رو با پدرمون آدم علیه السلام داریم. اصلا بهشت قبل از ما بوده. قبل از اینکه خداوند خلقتی به نام آدم و انسان خلق کنه، بهشت رو، جایگاه این انسان رو و جایزه بزرگ این جانفشانی و این طاعت و فرمان برداری رو خداوند براش مهیا کرده. حضرت آدم رو اولین بار خداوند در بهشت آفرید و اونجا بهشت رو نشونش داد تا بهشت رو ببینه، تا ببینه که به اصطلاح چی در انتظارش هست. و این حکایت از آدم تا به امروز و تا به روز قیامت ما داریم این رو نقل میکنیم. اگر حتی انبیا نمی اومدن به ما تذکر بدن، خب حکایتش پیش ما بود. حضرت آدم برای بچه‌هاش تعریف کرد، بچه‌ها برای بچه‌ها. حالا تو این به اصطلاح نقل و انتقال حکایت اگر مواردی پیش می اومد، اینجاست که به اصطلاح پیامبران می اومدند و این مسائل رو اصلاح میکردند. قضیه اینی که بهشت وجود داره، بله که وجود داره. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مسیر معراج خداوند متعال پیامبر رو به بهشتش هم برد
و بهشت رو دید، اونجا قصرهایی رو دید، حتی قصر حضرت عمر رو دید. اونجا یک خانومی بود، پیامبر از این ور رد شد، گفتن که به اصطلاح پرسیدن این خانم کی است؟ گفتن که بله ایشون از همسران عمر ابن خطاب هستند. این صحابی جانفشان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از اونجا دور شدن، وارد قصر نشدن. بعد هم به حضرت عمر این رو مژده دادن و گفتن که من یاد غیرتت افتادم عمر. و در همون بهشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و صدای پایی رو شنید. همون قصه رمیسا رو هم گفتیم. یک قصه دیگه هم که به اصطلاح حضرت بلال، صدای پای حضرت بلال بود و پرسیدن این صدای پای کیه؟ گفتن که این صدای پای بلال هست، بلال حبشی برده. وقتی میاد مؤمن میشه پیش خداوند متعال چه عزت و مکانتی رو به دست میاره، انسانیتش رو به دست میاره. و اونجاست که بس پیامبر بعد از بلال میپرسن که بلال تو چی کار میکنی که صدای بهشت تو رو، صدای پات رو تو بهشت من شنیدم؟ بلال گفتن که یا رسول الله من هیچ کاری نمیکنم، در وقتی که وضو میگیرم بعد از هر وضو 2 رکعت نماز میخونم، همین سادگی. و صدای پای این انسان مداوم، اینی که به اصطلاح همیشه در یک عبادت ولو عبادت کم بر یک عبادت کم پایبندی داره. پایبندی بر یک عبادت یعنی چی؟ یعنی اینی که ذهن و روح و قلب و همش با این عبادت، با طاعت خداوند متعال، با فرمان برداری از خدا و رسولش آمیخته شده، انس گرفته شده. این و برای ما هم زیاد حکایت این نیست که مثلا ما صبر کنیم آقا ما مردیم بعد میریم تو برزخ، نمیدونم خدا میدونه این خلقت خدایی چقدر طول بکشه، اون وقت ما بهشتمون که میشه، قیامتمون که میشه. حکایت خیلی از این چیزا آسان‌تر هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من مات فقط قامت قیامته. هر کسی که مرد با مردنش قیامتش در واقع برپا شد. همینی که به اصطلاح وارد قبر میشه، انسانی که وارد قبر میشه اگر از اهل بهشت بود قبرش گشاده میشه و میشه باقی بستانی از بهشت. یعنی در همون قبرش جایگاه و مکانت خودش رو در بهشت نظاره‌گر میکنه. اینی که بیاد مثلا تو قبر شد و جایش رو در بهشت داد میدید، این اصلا اون رو گمش میکنه. اگر این زندگی بعد از اون 100 میلیارد سال هم ادامه پیدا کنه، اون براش در یک حیرت تموم میشه، یک حیرت، و انگار که 1 ساعت نگذشت که به اصطلاح اون در لذت تماشای همین باغ و جایگاهش در بهشت بود که قیامت برپا شد و دوباره از خاک بر میخیزه و در به اصطلاح مرحله بعدیش با روح و با جسم و با زیبایی خودش، البته نه به این جسم بسیار جسم بهشتی، به هر حال به شکل و قیافه حضرت آدم علیه السلام، با طول حضرت آدم و در روایات با عمر 33 سال به اصطلاح جوون وارد بهشت میشن، اهل بهشت. پس بهشت وجود داره و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و انبیا مژدهش رو به ما دادند و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در همین زندگی دنیایی خداوند متعال در سفر اسراء و معراج پیامبر رو یک گشتی هم به بهشت بردند. حقیقتا بینندگان عزیز چقدر زیبا خواهد بود اگر ما در این موضوع، یعنی وجود بهشت که الان هست، یک مقداری در این باب بیاندیشیم، فکر بکنیم، نه فقط اینکه به عنوان یک خیال در ذهن ما خطور بکنه و بگذاریم از کنارش، نه، به عنوان یک حقیقت موجود بپذیریم، احساسش کنیم، درکش کنیم. مثلا شخصی ثروتمندی قصری داره در گوشه‌ای از شهری، سرزمینی، هر چقدر که تونسته از نعمت‌های خدادادی برای خودش فراهم کرده و بسیار آسایش و آرامش داره در اون. سفری پیش میاد براش و میره به سفر و در این سفر حالا یا اتفاقی براش میفته، مریض میشه، گوشه‌ای در بیمارستانی بستری میشه، یا در راهزنی میاد این رو میگیره جای گروگان میبره و اسیرش میکنه، یا گوشه‌ای زندان میفته، یا مشکل اداری پیش میاد، مشکل سیاسی پیش میاد، به هر حال نمیتونه برگرده و در شرایطی زندگی میکنه که اون شرایط سختی است برای اون شخص. اما این شخص در زندگی چون خبر داره از اون امکانات و نعمتهایی که در اختیار اون هست، لحظات با امید به اون
با امید برگشت، با امید به اون نعمتها براش راحت تر میگذره، خیلی آسانتر سپری میکنه، همیشه خوشبینه، همیشه با دست پر صحبت میکنه، همیشه وقتی که صحبت میکنه صداش نمیلرزه، وقتی که صحبت میکنه از آینده میگه، وقتی که همونجا هم که کاری انجام میده حرکتی میکنه، همینها رو مد نظرش هست. کاری نکنه کن ثروت از دست بره، کاری نکنه کن قصر از دست بره، کاری نکنه که دوباره بر نگرده به اون قصر، و همیشه هم مغمش نگه داشتن و حفظ اون ثروتی هست که داره. و همونجور که جناب دکتر اشاره فرمودن، ما پدر ما آدم علیه السلام اونجا بود و ما آمدیم و الان همه ما مسلمان ها و همه اون کسانی که افتخار اسلام و توحید نصیبشون میشه، یقینا این قصرها برای ما الان هست. یکمی بشیم درباره این فکر کنیم، هست. من باز هم تکرار میکنم، هست، تخیل نیست و این رو احساسش کنیم، این رو با وجود خودمون، با احساس خودمون، با جسم خودمون این رو درکش کنیم و این به ما خیلی کمک خواهد کرد در مسیر زندگی ما، در تحمل سختی ها و مشکلات و مشقت ها. و این رو هم بدونیم که فاصله بین ما و این رویاها و آرزوهایی که ما فکر میکنیم فقط یک رویا و آرزوست، اما در حقیقت یک واقعیت انکار ناپذیره. فاصله ما تا اون فقط یک مرگه و این مرگه که ما رو خلاص خواهد کرد و میرسونه به اون جایی که هیچ چیزی رو از دست نمیدیم، بلکه همه چیز رو به دست خواهیم آورد، به شرط اینکه ما مؤمن باشیم و موحد باشیم. جناب دکتر از بهشت بگید همچنان برامون، آیا بهشت هم روز و شب داره؟ اونجا هم شب میشه صبح میشه، یا اینجوری که بعضی جاهای بهشت باز 6 ماه شب باشه 6 ماه روز باشه؟ به هر حال سوالهایی که به ذهن خطور میکنه درباره آب و هوای بهشت و درباره کمی این وضعیت روز. ما بعضی از عزیزانی که پیام فرستاده بودیم که روز اول بهشت رو چگونه سپری میکنید، سوال جواب داده بودن که آیا مگر اونجا هم روز و شب هست که ما به دنبال این باشیم که روز اول رو چگونه سپری کنیم؟ آیا روز شب خواهد بود در بهشت؟ قضیه وقت و مفاهیم و به اصطلاح ارزش‌هایی که ما اینجا داریم در بهشت همه حکایت فرق خواهد کرد، هم وقتش فرق خواهد کرد. زندگی به هر حال زندگی جاویدان هست و در این زندگی جاویدان نه پیری مطرح هست نه گذر زمان مطرح هست. گذر زمان یعنی چی؟ یعنی اینی که من به سوی بزرگ شدن، پیر شدن، ژولیده شدن میرم. همه این مفاهیم اونجا فرق میکنه. نظام بهشت اینجا روز و شبی که ما داریم مبناش چی است؟ مبناش گردش خورشید و نمیدونم زمین و اینهاست که باز این مسائل مثلا نه اونجا زمینی به این زمین و این خورشید و اینا همه از بین میرند و وجودشون منتفی هست. در ثانی اینجا ما قضیه به اصطلاح روز و شب برامون به چه معنای مفهومی به اصطلاح مهم هست؟ و جعلنا النهار معاشا، که روز برای کار و تلاش هست، و لیل ثباتا، و شب هم برای آرامش، لتسکنوا فیه، که در اون شب بیایید آرام کنید و استراحت کنید. قضیه استراحت، قضیه کار و تلاش، قضیه اینو مطرح هست که روز و شب به اصطلاح معنا پیدا میکنه. اونجا که دیگه نه زحمت و تلاشی هست، نه کار و خستگی هست و نه خورشید خانومی هست که دور ما بچرخه و به اصطلاح روز شبی ایجاد کنه. اما در اونجا هر چیزی که شما بخواید وجود داره. حالا کسی بخواد که به اصطلاح یکم تاریک بشه خونش، خب براش این مهیا میشه. کسی بخواد به اصطلاح تاریکی رو به اصطلاح تجربه کنه، خب اونجا میتونه این رو به اصطلاح چون خواستش هست برآورده میشه. اما قاعدتاً دیگه این معنای روز و شب اونجا اصلا مطرح نیست. جناب دکتر، این همه به هر حال تفریح و این همه گشت و گذار و به تعبیر یکی از دوستان عیاشی مطلق و کارم که نیست و دیگه صبح نه مدرسه ای هست و نه دانشگاهی هست و نه ساعت 7 و نیم 8 صبح کسی از خونه میاد بیرون و نه حضور و غیابی هست و نه دیگه ساعت کاری معنا پیدا میکنه و نه غم و نه غصه و تعداد سالهای زندگی هم که مشخص نیست دیگه، حد و حصر نداره که همینجوری الا ماشاءالله تا هر وقتی که الله تعالی اراده بکنه تا بی نهایت انسان دلش نمیزنه، خسته نمیشه اینجوری.
بهشت همش قبلا هم گفتیم که بهشت به اصطلاح همش به اصطلاح سورپرایز هست. یعنی شما از یک حالت زیبایی و حیرت هر لحظهش به یک حالت و زیبایی بهتر و بهتر، از هر یک لذت به لذت بالاتر و بهتری وقتی منتقل بشید دیگه دل گرفتنش چی هست. یعنی میفهمد یک نواخت نیست، زندگی یک نواخت نیست که شما داره. تنوعش به حدی است که حتی شکل و قیافه فرد هم به اصطلاح یک نواخت نیست. یعنی فقط همینی که بهشتیان میرن وارد به اصطلاح بازارشون میگردن، اونجا یک نسیمی میوزه، این نسیم مثلا رنگ و بو و شکل و قیافه این بهشتیان رو چند برابر زیبایی میده. وقتی میرن خونهشون بعد میگردن خانواده هاشون حورالعینی که دارند، همه همسراشون به مراتب از اون وقتی که به اصطلاح از خونه بر اومدن و از قصرهاشون بر اومدن الان زیباتر و خوشبوتر و خوشنماتر شدن. اونها زیباتر شدن، خودش زیباتر شده، نعمت ها همچنین، تصوراتی که به اصطلاح داره که نمیدونم گشت و گذارها و دید و بازدیدها و نمیدونم رفتن. و تصور کن که شما میرید به اصطلاح زیارت پیامبران، میرید وقتی اون به اصطلاح نعمت هایی که خداوند به اونها ارزانی داشته اونها رو میبینید، همینجور تو دلت میاد که ای کاش مثل همین هم به من داده میشد. وقتی برمیگردی میبینی که از اونو بهتر به تو داده شده است. خب و بعد همینطور باز به پیامبران بهتر داده میشه و شما بهتر شما میخواید. این یک نوع به اصطلاح تسلسلی ایجاد میکنه که دیگه انسان نه اینی که اونجا به اصطلاح خسته و خفته میشه یا نواخت میشه، بلکه زندگیش همیشه تجدد داره، همیشه زیبایی داره، همیشه بر هر لحظهش بر لذتهاش افزوده و افزوده خواهد شد به یاری خداوند. جناب دکتر وقتی که از این نعمت‌ها صحبت میکنین چنان همچین انسان رو جو میگیره. حالا کمی خودمونی تر صحبت کنیم، انسان جذبه میگیره انسان رو، میگه راهی نیست هم یارا مستقیم و بلند شیم بریم بهشت. راهش خیلی آسون است. همین راهش به اصطلاح تنها راه رسیدن به بهشت همینه که انسان در دنیا برای خودش بهشت بسازه. همونطور که قبلا گفتم که بعضی از علما میگن که در دنیا بهشتی است که اگر انسان وارد اون بهشت نشه در امکان نداره که داخل بهشت آخرت بشه. به این معنا که انسان بیاد خودش رو ذوب کنه در طاعت خداوند متعال، در زندگی برای خداوند متعال. ببینید وقتی ما نگاه میکنیم به یاران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، مثل ما بودن. بدری ها که رفتند به اصطلاح به جهاد و بدر و بعد بهشون مژده بهشت داده شد، مگه همین بدری ها نبودند که بعضیاتون منکم من یرید و دنیا، بعضیاشون در فکر به اصطلاح دنیا بودند؟ همین بدری ها نبودند که به اصطلاح تمنا داشتند، آرزو داشتند، همونطور که سوره آل عمران به ما تعریف میکنه براشون. سوره انفال، حکایت اول سوره انفال اصلا چی هست؟ قضیه همین بدریایی هست که به اصطلاح نعمت‌های خداوند رو می‌خواستن، همین بدریایی که سر به اصطلاح قضیه به اصطلاح غنایم بحثشون شد، اما این مژده رو گرفتن. یعنی حکایت به اصطلاح بهشت این نیست که مثلا ما در همین دنیا در 20-20 باشیم. همون حکایت حنظله هست. حنظله اومد یه روزی همچنین پکر بود، حضرت ابوبکر دیدش که حنظله چی شده؟ کشتیت غرق شده؟ گفت والله نافق حنظله. چی شده حنظله؟ گفت والله من احساس میکنم من منافق شدم. حنظله این حرفا چیه؟ میگه والله وقتی که پیش رسول خدا هستیم دیگه ما در ایمان 20-20یم. وقتی میایم خونه هامون و دیگه با بچه هامون مشغول میشیم و میریم سر کار و بازار و نمیدونم مزرعه و این طرف و اون طرف، دیگه احساس میکنیم که به دنیا مشغول شدیم و از ایمانمون همچنین خط خطی شد. حضرت ابوبکر گفت که حنظل اگر راستش رو بخوای منم همینطوری، اما
پس بریم پیش رسول خدا ببینیم ماجرا چی است. رفتن پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که مطرح کردند که بله نافقه انزله، گفتن که نه، والذی نفسی بیده، قسم به آن خدایی که جان من در دست اوست، انکم لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر شما همیشه بر اون نوا، بر اون مستوای از ایمان، بر اون درجه از ایمان باشید که در پیش من هستید، اصلا فرشته ها میان تو خونه هاتون با شما سلام علیک میکنن، با شما میشینن گپ شپ میزنن و تو خونه هاتون میان روی به اصطلاح فرش شما تو خونه هاتون میشینن. اما حنظله اینطوری نیست. ساعتا و ساعه، ساعتا و ساعه. یه وقت انسان به اصطلاح درجه ایمانیش توپ میشه، یه وقت پایینتر میشه، یه وقت به اصطلاح انسان به هر حال انسان هست. همین صحابه‌ای که اینطور بودند و انسان بودند، بالا پایین داشتند، ایمانشون زیاد و کم میشد، با این وجود مژده بهشت گرفتند. اونایی که در بیعت الرضوان بودند که اصلا دیگه حکایتشون حکایت رضی الله عنهم و رضوا عنه شد، یعنی شیر خداوند از اونها راضی شد در همین دنیا و اونها بهشون مژده داده شد و رضوا عنه، و اونها از خداشون راضی شدند. این قضیه که اونها از خداشون راضی شدن، این مرحله دخول به بهشت دنیایی است، مرحله لذت بردن از دنیا، مرحله اینی که انسان دیگه هیچ چیز براش دلشکن نیست، هیچ چیزی نمیتونه اون رو کمرشو خم کنه. کسی که اصلا خداوند چشماش رو ازش گرفته، پیامبر بهش مژده میده که من خداوند کسی که دوتا عزیزش رو چشماش رو ازش گرفت و صبر کرد، بر خداش توکل کرد، ایمانش بر خداش بود، این جزاش و پاداشش بهشته. یا اون کسی که خداوندی که از عزیزانش رو میگیره، بچهش وفات میکنه، اون چه کار میکنه؟ این به هر حال اینا همون قضیه زندگی در بهشت دنیایی است. این چون که ایمانش به خدا اینقدر استحکام داره، ایمان فولادی داره، میاد میگه انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم، هممون به سوی خدا برمیگردیم، امانت الهی بود، خداوند از ما گرفت. و وقتی که با این صورت به اصطلاح با سختی ها کنار میاد، صبر و استقامت میکنه، خداوند از فرشتگان میگه که بچه از فرشتگان به اصطلاح موت و ملک الموت که بچه بنده ام رو گرفتی؟ میگه بله. میگه جگرگوشش رو گرفتی؟ میگه بله. میگه خب چه گفت بنده من؟ ملک الموتی که به اصطلاح همچنین صحنه دلخراشی رو دیده بود و خودش در ساختن اون صحنه سهیم بود، میگه که یا پروردگار هیچی، حمد و سپاس تو رو گرفت، حمد سپاس تو رو ادا کرد، فهمید که این امانت تو بود، این رو برگرفتی. خداوند متعال به فرشتگان امر میکنه ابنوا لعبدی بیتا فی الجنه، برای بنده من یک قصری در بهشت مهیا کنید، اسمش رو بذارید خانه حمد و سپاس. خب این وقتی که انسان اینطوری باشه تو زندگیش، همون رمیسا خانومی که به اصطلاح قصهش رفت، این رمیسا خانوم خیلی قصه زیبایی داره. این ابوطلحه صاحب بچه شده بود، خودش نبود، بچه بیمار بود و به اصطلاح تا از خونه که به اصطلاح برگشت خونه بچه وفات کرده بود. حالا از سفر اومده پدر و اولین بچهش هست، بچه هم وفات کرده، مادر چه یاد تا از جلوی راه بیاد بزنه و شیون و زاری و به اصطلاح بچه‌ت مرد. خب پدر چه حالتی پیدا خواهد کرد؟ وقتی اومد پرسید که بچه کجاست، گفت بچه الحمدلله بهتره، آروم ساکته. گرفته بود بچه رو به اصطلاح یه پارچه روش انداخته بود اینا، و اون روز خب شوهر از بیرون اومده از سفر، به بهترین وجه از شوهرش به اصطلاح پذیرایی کرد، همبستری شد. بعدش روز بعد که به اصطلاح شوهر خستگیش تموم شده بود، آمادگی ذهنی براش پیدا کرده بود، گفت که اگر کسی پیش برات یک امانتی چیزی پیشت بگذاره، بعد بیاد این امانت رو ازت بگیره، ناراحت میشی؟ گفت نه این دیگه جای ناراحتی نداره، کسی چیزی آورده امانتی، خب حقشه، میاد هر وقت دلش بخواد میاد میبره. گفت که پس بچت امانت خدا بود پیش ما، خداوند امانتش رو پس گرفت. اینجا دیگه ابوطلحه تعجب کرد، وامون، خیلی دیگه عصبانی هم شد. بعد رفت پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که شکایت کنه از این زن عجیب غریب
همچنین ایمان و همچنین صبر و همچنین برخوردی. وقتی رفت اونجا دید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لبخند میزنن و بهشون مژده میدن، این صبر رو قدردانی میکنن و بهشون مژده میدن که خداوند متعال در این شب برای شما نطفه نیکویی قرار داده که فرزند نیکویی میشه که بعدها خداوند ذریه صالح و نیکویی بینا داد. یعنی حکایت اینه که ما بدونیم که در این دنیا ما رهگذریم، از این دنیا میریم و مسیر ما به سوی بهشت برین هست و برای اون بهشت خودمون رو بسازیم و ساختن اون بهشت اینه که ما این دنیامون رو برای خودمون بهشت بکنیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما قرآن رو برات نفرستادیم که تو به اصطلاح در شقاوت و بدبختی باشی. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، در اینی که از راه خدا به در رفتن، از راه خدا دور شدن، این باعث بدبختی و شقاوت میشه. اما اتباع و پیروی خداوند متعال رو کردن، این دیگه باعث میشه که انسان از به اصطلاح درجه‌ای از ایمانی برخوردار بشه، از درجه‌ای از توکل بر خدا و از درجه‌ای از ایمان به قضا و قدر که همه سختی ها براش آسون میشه و زندگیش به هر حال ابتدای پله اول راه به سوی بهشت میشه. خیلی ممنون جناب دکتر. ما 5 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. عزیزانی که همراه ما بودن در برنامه گذشته میدونن که ما مدت برنامه رو مقداری کاهش دادیم که برای شما عزیزان خسته کننده نباشه، از 2 ساعت به 1.5 ساعت. و اگر اجازه بدید من چند تایی از پیام‌های بینندگان عزیز رو هم داشته باشم. بیننده عزیزی با پیش شماری 935 4 شماری 9680 از عزیزانی هستند که جزو محتدین هستند، فرمودن که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از الله جل جلاله استدعا دارم تا اجازه دهد و سبب ساز شود که شما برادرانم را که با آموزش ها و راهنمایی هایتان سبب شدید تا از ظلمات و تاریکی ها خارج شویم و هدایت گردیم، در کنار حوض کوثر به محضر رسول صلی الله علیه و سلم این موضوع را بیان دارم تا ایشان نیز چون من به شما ببالند. خیلی ممنون از لطف شما عزیز بزرگوار و امیدواریم که الله تعالی ما و شما و همه امت اسلامی و موحد رو این سعادت نصیب بکنه تا از اون حوض به هر حال و از اون کوثری که رسول صلی الله علیه و سلم اگر به کسی 1 جرعه داد و اون شخص نوشید هرگز دیگر تشنگی رو تجربه نخواهد کرد، نصیب بشه که این هم خودش بشارتی برای بهشت است برای عزیزانی که این سعادت نصیبشون میشه. همچنین بیننده دیگری فرمودن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. امروز قلب و چشم ما بارانی است از شوق دیدار الله متعال. لحظه اول در خاک بهشت سجده شکر برای الله متعال از این نعمت بی پایان، با تمام محبت قلبی هم به شوق دیدار رسول صلی الله علیه و سلم با تمام وجود را دارم. بیننده دیگری، این بیننده که پیامشون رو خوندیم 971 با 4 شماره 9114، بیننده دیگری فرمودن در اولین قدم که وارد میشم بسیار گریه میکنم و خدای عزوجل را سپاس میگذارم که توبه من را قبول کرد و به دنبال دیدار ذات الهی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خواهم بود و با دیدن پروردگارم به سجده میروم. ان شاءالله که الله تعالی نصیب ما و شما همه امت اسلامی بگرداند. و بیننده عزیز دیگری هم با پیش شماری 938 و 4 شماری 1964 مطلب طولانی رو که شاید فرصت اجازه نده من کاملش رو بخونم، حدود نصف صفحه فرستادم و فرمودن خلاصه بحثشون که در ابتدا فرمودن که شاید این لیاقت نصیب من نشه و چون احساس میکنم شاید برخی از عبادتام با نفاق همراه شده باشه و وقتی مقایسه میکنم با صحابه و عبادتهای اونها رو میبینم و خودم رو تنم میلرزه. تا اینکه میفرمایند در جواب سوال موضوع بحث شما توحیدیان حسابی به فکر فرو رفتم و صادقانه بخوام جواب بدم حسابی این بنده سراپا تقصیر را به گریه وادار نمودید. انشالله که این گونه نیست که سراپا تقصیر باشید و همین خود احساس زیبای شما نشان از قلب پاکم لطیف شما داره عزیز بیننده. و در پایان گفتن که انشالله که همه ما و شما نصیبمون بشه تا به بهشت وارد بشیم و
نعمت توحید ما و شما رو به بهشت برساند ان شاء الله که این گونه خواهد بود. من جناب دکتر در ادامه مسیر اگر اجازه بدید که ما به همینقدر اکتفا بکنیم، برای حسن ختام این برنامه و اگر صحبت برای بینندگان عزیز چند نفری که پیامشون رو خوندیم دارید بیانتون رو بفرمایید تا ما انشاءالله باز همچنان در برنامه بعدی هم هنوز با شما و بینندگان عزیز دوری داشته باشیم در بهشت برین. برای بیننده عزیزی که به اصطلاح اخیراً گفته بودند که تنم میلرزه و فلان، بهشون بگم که عزیز جان، خداوند متعال در حدیث قدسی میفرمایند انا عند حسن ظنی عبدی بی، من گمان نیک به خداوند ببرید و گمان نیکتون برآورده میشه و اینی که شما از گناهان ترس و واهمه داری این دلیل ایمان شماست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایند که مؤمن همیشه احساس میکنه که گناهانش مثل یک کوهی هستند که هر لحظه امکان داره روش بیفتن. این منافقه که فکر میکنه گناهانش مثل یه پشه‌ای هستند، یه فوتی میزنه پشه میپره میره، اینطور به گناهانش نگاه میکنه. و مژده میدم به اون برادر محتدینمون که به اصطلاح پیام داده بود که از عزیزانی که واقعا بهشتیانی هستند که روی زمین راه میرند محتدیان هستند. حضرت سعد ابن ابی وقاص میگه که من هیچ وقت نشنیدم اینقدر پیامبر با اصرار بگه که فلانی از اهل بهشت روی این زمین راه میره مثل عبدالله ابن سلام. اینی که انسانی که یک دیانتی داره، این دیانت منحرف شده اما بهش دل خوشه، به خصوص بینندگان به اصطلاح عزیزه که در یک خرافات و خزعبلاتی به نام اسلام گیر افتادن و یک افراد شیاد و دروغگو و مکاری اونها رو گول زدند و ریتم جامعه، نمیدونم فرهنگ جامعه اینطور بار اومده در یک گمراهی و به اون گمراهی دلخوش هستند. اینها میان یک انقلاب میکنند و به اصطلاح یک دین صحیح قرآنی و از منبع رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این رو قبول میکنن. اینها دقیقاً همون کاری رو میکنن که عبدالله ابن سلام کرد، همونی که قرآن کریم در موردش گفت و شهد شاهد من بنی اسرائیل. اینها در واقع شهد شاهدون من اهل امت اسلام هستند که به اصطلاح یک نوع انقلابی در خودشون ایجاد کردن و اینها ان شاء الله از بهشتیانی هستند که روی زمین راه میرن. خیلی ممنونم جناب دکتر از حضور شما در این برنامه و همچنین از همه شما بینندگان عزیز تشکر میکنم که برنامه خودتون یاری کردید. دیروز یکی از دوستان عزیز ما برادرشون در مسیر مکه مکرمه از مدینه منوره با لباس احرام در تصادفی از دنیا رحلت فرمود. جوانی بسیار زیباروی زیباخویی و با احرام در قبرستان بقیع بعد از اینکه نماز جنازهشون در حرم نبوی خوانده شد دفن شدن و این سعادت نصیبشون شد که اونجا دفن بشن. برای این عزیز دعا بکنید و همه ما شما دعا میکنیم و برای همه گذشتگانی که از امت ما، از دور و بری های ما و آشنایان و دیگران از دنیا رفتن دعا میکنیم که الله تعالی همه اون عزیزان رو بهشت برین نصیب بکنه و ما و شما رو هم در کنار اونها جمع بکنه. تشکر خاص از رفیع جان کارگردان برنامه، فرید احمد، منیر احمد، مهندس ثناءالله و احمد و محمد عزیز، همه این دوستان و بزرگواران. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو بر الله متعال می سپارم و به امید ملاقات شما در بهشت.